ترسیدی؟ بیا برو یا میرون بابا سگ بیشی دارم توی علافی حرافی حرافی بالا باشه اعتدال حرافی بذار سنون حرافی در همین سر آهنگ سر زنه اگه منم می‌خواستم مثل شما وایسم نگاه کنم که الان دهنمون سرویس شده بود. ولی شانس اوری و چیزش نشده. 78 تومنه. خوراکی برداشتی میشمش. 10 برابر اینم خرجگر اینقدر به توش نمیگذشت. حالا فردا پلیسا میریزن اونجا تحقیق، تفتیش، انگشت نگاری. شت کاش اونجا بودیم. آقا پولا رو تقسیم کنیم. من که نمیخوام همش مال خودتون. اینجوری که فایده نداره. عشقش به تقسیم پول همه باید بردارم به نظرم. خب سهم من مال گلسه. من سهم خودم بستمه. چرا حالا پت برخورد خب سهم مال شیر. سهم منم مال شیرین که بیشتر خوشحال شه. یه خیال آقا همش مال من هستن گیر دادین ها. آقا این شعر رو برای ولش کن. فیلم رو ببینیم. فیلم چی؟ فیلم مدرسه دیگه فیلم مغازه. دسته کیه؟ کی فیلم رو برداشته؟ مهران تو رفتی سراغشی؟ من کارگردیدم داره میاد دیگه نرفتم. یعنی چی مگه بعدش برنگشتی دوباره؟ بعدش گرسا رفت اون طرف. کسی به من نگفت که برش دارم. تو مگه نمیدونستی قرار ما فیلم برداری؟ چرا اما بهم نگفتین که برش دارم؟ بعد چرا رفتیم برام فکر تو برداشتیش. چرت نگو. خفش کن اونو. فردا پلیس میاد فیلم رو میبینه هممونو میگیرن. من که گفتم باید صورتامونو بپوشونی. حرف زدی واسو؟ چته تو؟ بابا فیلمو بیاری. بابا فیلمو بیاری. به من چه؟ خودت برو. من تو کار درستمون نیستی. تو یادت رفت فیلمو بیاری. مهران تو که زدی برو فیلمو بیار. من نمیرم. داد میزنه الکی. آرش بره. حداقل یه بار یه کاری کرده باشه. من کاری نکردم. مگه شیشه اون سوپرمارکت خورد نمی‌کردم. 100 سال 32 چی بری دزدی الان؟ بهتر. فکر کردم دارم بال در میارم. بالاخره باید یه کاری بکنیم. یارو به هوش بیاد دیگه تمومه. چرا خود نمیری؟ به من چه؟ فکر کردیم تو برش داشتی دیگه گلسا. بی خود فکر کردیم. امیر تو برو. تو چرا فکر می‌کنی الان با طرف بزنی؟ چتونه؟ ها؟ بدبخت اگه من نبودم که یارو همتون رو به دست پلیس. من کار خودمو کردم. اوکی الان نیم ساعت داری زنی میزنی خیلی خفنی دیگه. شما خفن برو فیلمو بیار. مهران برو فیلمو بیار. یارو چیزی شده باشه چی؟ سر نزن ما بیاردش نفس میکشید. نمرده باشه. تهش فرقی نمیکنه. هممون تو فیلم هستیم. پای هممون گیره. من میخوام برم خونه. یکی تو من برسونه. چرا زر میزنی؟ من میتونی الان بری خونه اصلا تو؟ الان بری خونه نمیگن چی شده 4 ساعت از خونه گلسا برگشتی؟ فردا مامانت زنگ میزنه خونه گلسا. مامانم نمیفهمه گلسا شب خونه شما نبوده. اصلا هیچ کی جا نمیره. الان هر کی بره گنش برای بقیه میمونه. باید وایسی گوی که زدیم رو جمع کنیم. تو برو گلسا. من؟ تو فقط ارزشو داری؟ نه. گلسا
گفتم نه. تو قرار بود فیلمو بیاری؟ کی گفته؟ همه. خب بالاخره که باید فیلمو بیاری. منم که جا زدن. منم که نمیتونم. چرا؟ خب بگیرنم بدبخت میشم، بابام بیچارم میکنه. منو بگیرن چی؟ نمیگیرنت. چرت میگی؟ خب اگه نمیگیرن خودت برو. تو یادت رفت فیلمو بیاری؟ من که از اولش گفتم. ببین نترس، الان اونجا هیچکی نیست. خب تو برو. تو یادت رفت فیلمو بیاری. چرا فکر میکنی هرچی امیر میگه رو باید قرقره کنی؟ درک هر غلطی دوست داریم بکنیم بابا. من چه آقا اصلا رای میگیریم. هر کی میگه تقصیر گلساست، گلسا داره فیلمو بیاره دستشو بره بالا. بیخیال آقا، واسه چی میخوای رأی بگیری؟ نکنه تو میخوای بری؟ من نمیرم. تو غلط میکنی نمیری. همه دارن میگن که تو گل زدی. همه زر میزنن. تو داری زر میزنی که تا الان رفته بودی رسیده بودی. خودت برو. فکر میکنی من باید میپرم پول خرجت میکنم خبریه؟ فکر میکنی حاضرم بخاطر تو دهن خودم سرویس کنم؟ برو گم شو فیلمو بیار. نمیرم.
مستقیم. گلسا سلام. سلام. تو به البم میرسی یا خودم قشوش کنم؟ خودم بهش میرسم. بذار خودت دیگه. گذاشتی تو جامیده‌ای؟ نه. یخچال کثیف میشه. بریزشون تو جامیده‌ای. خودت بذارشون دیگه. بذار یه دقیقه دیگه. تو آشپزخونه‌ای خب. گلسا خونه هست؟ نه. کفشش دم در بود. ندیدم. گلسا؟ گلسا؟ خونه ای؟ آره. چه صدات میکنم جواب نمیدی؟ نشینم. شیرین خوب بود؟ یه بارم بگو اون بیاد خونه ما. سلام. سلام. چه عجب تو خونه ای؟ چیزی شده؟ نه. حالش میاد؟ نمیدونم که خبر ازش. وای کاش نهید مثل حوصلش ندارم. تو که میای؟ سلام گلسا. سلام. چطوری؟ سلام.
من همیشه میگیرم، تو فقط جوجه ها رو بگیر. باش. ظهر میریم گلسا مامان میاد. چتونه بابا؟ گلسا هنوز بامون تو تریپه. نه بابا فردا میبریش مهمونی از تریپ در میاد. یارو هنوز ولو بود؟ آره. آره لامصب چه سگ جونی بود. اصلا انگار نه انگار. فقط دور سرشو بسته بود همین. تو مگه رفتی اون طرفا؟ آره صبح یکی رو فرستادم مامانش بره بگیره. فیلم آوردی؟ نه. خوب کار کردی. کجا گذاشتیش؟ کجا گذاشتیش؟ یه جا که کسی پیداش نکنه. بریم ادش برم. نمیدمش. نمیدیش؟ نه. خیلی باحالی؟ خب حالا فردا میاره. گلسا کجا گذاشتیش؟ مثل بچه آدم مردن رو فیلمو بیار. چی میگه؟ گلسا شوخیت گرفته؟ نه. خب بیخی مگه برو اول اونو دعوا میکنی؟ می‌دونی که اگه اون فیلم دست کسی بیفته چی میشه؟ چی میشه؟ خودت هم توشی بدبخت. خودم برداشتمش پیش خودم میمونه. چی میخوای؟ خب معذرت میخوام. همین؟ خب چی میخوای؟ نمیتونی انجامش بدی. من کاری میتونم انجام بدم. مثلا همین ماشین باباتو داغون کن. مثلا چطوری داغونش کنم؟ بزن به درختا. دیوونه شدی؟ به تو چی میرسه؟ اگه بابا من پول ماشین نده که دیگه خودت هم نمیتونی خوش بگذرونی. اینقدر به خودت نناز. فکری خیلی خفنی؟ فکری من میذارم هر کار بخوای بکنی؟ شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. چی حالا؟
آتیش زده. امیر شیلنگ کو. خیلی 2 سال دیگه همچین درساش کنی که دهن همه باب. خیلی باهوشه. خیلی. آرومش کن پسر، آرومش کن. دستشالاتو کوتاه کن، دستشالاتو کوتاه کن. آفرین. شاید گلسا فکر کنه فیلمو جای امنی گذاشته باشه، ولی بازم خطرناک. اون فیلمو یکی بذاری رو اینترنت هممونو میگیرم. شیشه ماشینتون رو من شکوندم چون گلسا می‌خواست ماشین رو با من داغون کنه. خدافظ. گلسا بیا اینجا. این راست میگه؟ نه. من نها کن. اینه جواب اعتماد من؟ آره؟ ما صبح تا شب جون میکنیم که تو راحت زندگی کنی، اون وقت میری دزدی میکنی. برای چی این کارا رو میکنی؟ میری با این پسره میگردی؟ آره؟ کجا قایم کردی این فیلمو؟ فکر می‌کنی هیچ مسئولیتی تو این خونه نداری؟ فکر کردی من میذارم هر کاری دلت بخواد بکنی؟ آره؟ میگم این فیلمه کجاست؟ کجاست این فیلمه بهت میگم؟ عقل نیست تو این کله تو؟ این پسره بیشتر از تو میفهمه. پیش منه. به کسی هم نمیدمش. خاک بر سر من که مثل ماست گذاشتم تا هر غلطی دلت میخواد بکنی. بهروز تو دیگه حرف نزن. تو اگه از اول جلوی این بچه واسطاده بودی این کثافت کاری پیش نمیاد. به طور خودتو منفک کردی از این بچه. من به این کثافت نمیرسید. دختره فکر کرد من آبروی مادر رو آوردم. یه بار از این پرسیدی دوستات کیان؟ یه بار رفتی ببینی اینا کیان؟
سلام. سلام. با دستوراتش رو صبونه بخوریم. نرفتی سر کار؟ نه نرفتم. چرا نیومدی به من بگی چی شده؟ من فکر کردم محمد چی رو به هم میگیم. گلسا ما هیچی رو به هم نمیگیم. چرا باید همه چی رو به هم بگیم؟ پاشو اینا رو جمع کنیم. پاشو. بیا. بیا کمک کن. میخوایم خونمون رو عوض کنیم. چرا؟ میخوایم بریم کرج که به تهران نزدیکتر باشه. رفت آمد اون به سر کار کمتر طول بکشه. من نمیخوام بیام کرج. اینجا رو اجاره میدیم. اون خونه ای هم که پیش خرید کردیم میفروشیم. میریم کرج یه جایی رو رهن میکنیم. اگه بریم کرج من دیگه نمیتونم البندو ببینم. والا ما هم دلمون نمیخواد آلاخون بشیم. دوست داشتیم صبر کنیم آپارتمانی که پیش خرید کردیم کامل شه بعد بفروشیم سود پولمون هم بیشتر شه. به خاطر شما مجبوریم. نمیتونیم بذاریم با آدمایی مثل این پسر ول بگردی که میتونیم. کجا؟ بیرون. نمیشه بری. پیشت میمونم تا فیلمو بدی به من. یعنی چی؟ یعنی که تا وقتی فیلمو ندادی از این در نمیتونی بری بیرون. نهار کی بخوریم؟ گشنم نیست. باشه. پس من یه چرتی میزنم تا نیم ساعت دیگه صدام کن خب؟ کی ماشینو میگیری از سرگاه؟ فردا. امروز داشتم فکر میکردم که هم مدت هاست روز غیر تعطیل خونه نبودم. انقدر با گلسا خوش گذشت بهمون. گلسا اتاقشو جمع جور کرد. بعد من کار خونه رو کردم. میخواستیم با هم تلویزیون نگاه کردیم. یه جورایی داشتم فکر کردم دلم خود اصلا دیگه سر کار نرفت. چند روز دیگه سر کار نری اخراجت میکنن. اون وقت دیگه میتونی کلا خونه بمونی. تو فکر کردی خرج این زندگی که میکنی از کجا در میاد؟ فکر میکنی اگه ما اینجوری کار نکنیم میتونیم یه روز بریم تهران زندگی کنیم؟ من نمیخوام تهران زندگی کنم. بخوام همینجا باشم. اون یکی کولت کجاست؟ نمیدونم. اینا میمونه پیش من. فیلمو که دادی راجبش حرف میزنی. طلات کو. اینا هم میمونه پیش من. خداحافظ.
تو که نمیتونی مثل یه کارگر کار کنی. نه وقتشو داری نه قدرتشو. من نمیتونم قد یه کارگر حقوق بهت بدم. من بلدم آقای خسروی. دارم از اول نگهداری میکنم. آخه این کاری که تو میکنی نگهداری از اسب نیست. فکر میکنی این بچه ها اگر به این حیوان نمیرسیدن زنده میموند؟ این که گوشتم کنار البند باشی دلیل نمیشه بتونی ازش مراقبت کنی. خب من بیشتر کار میکنم. شما هم کمتر از بقیه بهم حقوق بدین. اصلا هر چقدر که دوست دارین، هر چقدر که فکر میکنین اندازه کارمه. موضوع چیه گلسا؟ هیچی. خلق من ماهی 150 تومن بیشتر نمیتونم بهت بدم. ممنون. آخه با 150 تومن چی کار میخوای بکنی؟ بسمه. کی بهم حقوق میدین؟ من غذا اول صبحشون رو میدم تا غذای سر ظهرشون رو بدم. کی زیرشون رو تمیز کنم؟ مگه قرار زیرشون هم تو تمیز کنی؟ قراره اینجا کار کنم. روزی 2-3 بار، حالا خودم بهت میگم. کجایی تو؟ چرا اصلا من زین نشده؟ چیکار میکنی؟ میام الان. بودو دیگه، چه وضعشه؟ نورگیش هم عالیه. نورگیش هم بله. اگر خواستید میتونیم بر شما این کار بکنیم. مرسی، دست شما. مشکلی اصلا نداشتیم. اینم سرویس اگه ما دیگه به من اینکه آقایان بنویسیم دیگه دنبال جا فکر می‌کنم. ولی باید حتما یه تخفیفی به ما بدین. تخفیف که دادیم دیگه. در حال با هم کنار میایم، نگران نباش. آخه پارکینگ هم نداره دیگه. چرا پارکینگ داره؟ سقف نداره پارکینگمون، ولی ما همیشه ماشین میذاریم اینجا و هیچ وقت هم مشکلی نداشتیم. هفته قبل زدن همه شیشه‌های ماشینمون رو شکوندن. سختشه که ما از اینجا بلند شیم. دوست داره اینجا رو. بله. خب باشه اشکال نداره. حالا ما با بانک هماهنگ می‌کنیم. این قسمت بود که هر طور سلام. بله. دست شما در دست. سلامت باشید. هستم خدمتتون تا پایین میرم. خواهش می‌کنم. بابات خیلی رعایت تو که جلوی اینا هیچی بهت نگفته. رعایت خودشو کرد. تو فکر کردی خودت میدونی اینجا بلای سر ماشین اومده؟ بکردیم ما که از ترسمون مجبوریم ماشین رو 2 تا خیابون اونورتر پارک کنیم نمیدونیم؟ بکردی تو این یه ربعی که راه داریم تا برسیم به ماشین به چی فکر میکنیم؟ هیچی نمیدونی. من نمیخوام از اینجا بریم. همینه که هست. کجا؟ بیا بالا برسونمه. تا آخر عمرت میخوای با دیرت برم؟ چیکار میکنی؟ بیا دیگه. نگاه چه سر و وضعی پیدا کرده.
نمیخوام. خودم میبرم. چطوری دختر؟ خوبم. الان چطوره؟ مثل اینکه یکم قصه داره. اینجا برای اونایی که میان توش تفریح کنن یه جوره، برای اونایی که میان توش کار کنن یه جور دیگه. بهش عادت میکنی. زیاد سخت نگیر. نمیدونم برای چی اومدی اینجا 2 روزه داری کار میکنی. همیشگی که نیست. و یه سانتی که اینم گلسه گفته بودم که بالاخره میاد. جات خالی بود گرسا. دلمون بر تنگ شده بود. فیلم رو آوردین؟ نه. پس چرا اومدی؟ من اینجا رو پیدا کردم. چرا نیان؟ نمیخوای تمامش کنی نه؟ برو بیرون. نمیرم. بازم میخوای بزنیم؟ کولتو بگی برو بیرون. من جایی نمیرم. برو گم شو بیرون. تو چرا اینجوری میکنی گلسا؟ همین ولش کن. ولش کن دارم بهت میگم. برو بیرون تو. آخرش که چی؟ تهش چه فرقی میکنه پیش خودت نگهش داری یا بدی ما پاکش کنیم؟ میدونم فرقی نداره. واقعا الان نمیفهمی که چقدر خطرناکه؟ برو دنبالش. اگه نری دیگه نمیذاره باش بگردی. خیلی عوضی شدی. وایسا ببینم. وایسا. برای چی میدوی؟
همینجوری. از دست کسی فرار میکنی؟ نه. کجا میری؟ خونم. سوار شو بریم. خودم میرم. گفتم سوار شو. چند تو خیال بالاتر خیلی با عجله داشت میدوید. انگار یه مشکلی براش پیش اومده بود. باشگاه میره؟ بله. باشگاه چی؟ باشگاه سوارکاری. آخه این موقع شب یه دختر تنها رو بیشتر میکنه. چی شده؟ هیچی. چی پلیس اومده دم در گلسا. برو چی شده؟ خب به من بگین چی شده دیگه؟ میام میگم برات. یه دقیقه اجازه بده. چی نشد؟ اجازه بده. فقط پلیس اینجا نیومده بود که اومد. خیالت راحت شد؟ آبروی ما برای تو اصلا مهم نیست؟ کجا گذاشتی این فیلمو؟ میگم فیلمو کجا گذاشتی؟ دارم باهات حرف میزنم میره اون طرف. گلسا چرا اینطوری میکنی؟ بابا جون یه خود کلتو به کار بنداز ببین این کاری که داری میکنی چه سودی داره چه ضرری داره. از الان اگه حساب کتاب یاد نگیری بعدا میخوای چیکار کنی؟ من باید مصلحتتو بهت بگم؟ خودت باید تشخیص بدی دیگه گلسا. گلسا میگم به خدا بهت میگم. خب به من بگو چی شده؟ تو رو خدا یه دقیقه اجازه بده. کردم خب. بابا میگم بهت صبر کن. میگم بهت میگم دیگه. یه دقیقه صبر کن. بابا پلیس اینو تحمل آورده اینجا. خوبه؟ گلسا بابا اصلا تو بگو من چیکار کنم. خوبه؟ من که نمیتونم مواظب خانواده‌ام نباشم، مواظب تو نباشم. نباید پلیس بیاد در خونه ما. میدونی اگه این فیلم دست یکی بیفته چه بلایی سرمون میاد؟ من که نمیتونم همینطوری واسطم بچه‌ام تو این سن ببرن زندان. چرا نمیفهمی تو؟ به خدا از همه این دوستای عوضی تو بی‌عقل‌تری. کجاست این فیلم؟ به خدا اگه بذارم دیگه بری اون باشگاه اون اسمر رو ببینی. گلسا بلند شو لباس تو بپوش. کار بدی کردی. تو فیلمو بده منم میذارم دوباره بری. خیلی بد کاری کردی. ساکت شو. الو سلام آقای خزایی. خیر آقا من متوجه نشدم با آقای عبدی هم گفتم. یعنی چی؟ آقای خزایی مگه اون آپارتمان مال من نیست؟ میگم مگه اون آپارتمان مال من نیست؟ آها نه اون موقعی که داشتی قرارداد می‌بستی این حرفا رو نمی‌زدی. اون موقع میگفتی که این بهترین سرمایه گذاریه و نمیدونم. چطور موقعی می‌خواستی پول بگیری اینطوری حرف نمی‌زدی؟ آقا شما تحقیق داشتی که ساخته کنید شما من باید بدونم. خب به من چه که بقیه بار کشی نردن من چه
سلام. سلام. هزار 500. پول امرام نیست. ببخشید پول امرام نیست. خدافظ. خدافظ. نیست مامان، تو گشتم برات، اون یکی رو نگاه کن. زندگیمون تو کارتونه یه چیزی میخوای؟ جمعه وقتی کسی سر کار نمیده تلفن میزنی دفتر یارو. نه موبایلشو دارم زنگ میزنم. از صبح چند تا SMS بهش دادم اصلا برو خودش نمیاره. کیه؟ ایش این بونگایی است باز مشتری آورده. خب جوابشو بده. جواب چی بدم؟ ما که دیگه نمیخوایم خونه رو اجاره بدیم. خب میخواد زر زنگ بزنه اعصابمون خورد کنه. بذار هر چی میخواد زنگ بزنه. صبحم زنگ زد من جوابشو ندادم. فکر کنی نیستیم میره. ولش کن من حوصله‌اش ندارم. ولی میزنه. بله. نه آقا من منصرف شدم. آره الان منصرف شدم. اینجوری که زشته، میذاشتی میومد بالا. بیاد بالا که چی بشه؟ بیاد جلومون راه بره یادمون بندازه دیگه نمیتونیم خونمون عوض کنیم. همه سرمایه گذاریمون کشک بوده. زشت شد. مردی که همه پس اندازمون رو بالا کشیده جواب تلفنمون هم نمیده. خب کارتون رو بفرمایید. میگم کارتون رو بفرمایید، من پدرش هستم. بله. یراق است؟ شما تو باشگاه کار میکنی؟ یه دقیقه گوشی رو نگه دار. گلسا کجایی؟ یکی از باشگاه میگه یراق است، تو کجا گذاشتی؟ نمیدونم، بیا خودت حرف بزن ببین چی میگه دیگه. میتونیم با اونها خونتون رو طوری طراحی کنیم که همیشه آرزو داشتیم. بهار سفر کوکر برای زنده ماندن در مرگ باطنی کورس ما همه عاشق انسانی با نگاهی به برهوت کبیر دورترینان به راحتی میشه الو. چرا این سرزمین مملو از هزاران سلام. کفر است که همگی مرتب در خطوط. آها. نه تو کمد اتاق پشتی است. شما می توانید برنامه‌های مورد علاقه را باشه. به شماره 30,000 باشه حتما. بار دیگر از این شبکه مرسی. خداحافظ. در انتظار پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم. مستندهای درخواست. سلام. سلام. فکر کنم یه ذره دیر شد. نه به موقع اومدی. برو استاد من از اون برمیام. دایره بیشتر کن. دایره بیشتر کن. هوا بیشتر. همین ادامه بده.
تلفن خونه رو از کجا پیدا کردی؟ یواشکی از دفتر باشگاه برداشتمش. ممنون. بازم میتونم بیام؟ آره. فقط فکر کنم خسروی منو دید که داشتم رد میشدم. اب نداره، بهش گفتم. فقط گفت یه بابات نفهم. دلم تنگ شده بود. آدم به اینجا عادت میکنه. آره. من برم دیگه. بعد چند تا اسب ببرم بیرون برای گشت. یه بارم الوندو ببر. نمیشه، اون اسب درساژه. تو دشت ممکنه پاش ضربه ببینی. اسب دیگه. دوست داری تو دشت باز بوده. اسب درساژ همینه دیگه. از اسب دیگه با ارزش تره. باید فقط تو مانج بوده. مسخره است. بفرمایید. ممنون. مطمئن هست تو بهم بدید؟ نه متاسفانه نه. ممنون. سلامت. سلام. سلام. چیزی میخوای؟ شما اینجا کارگر نمیخواین؟ کارگر؟ آره من دنبال کار میگردم. من خودم اینجا کارگرم. باید با صاحب اینجا صحبت کنیم. کجاست؟ پشت مغازه. بهش میگی؟ آقا سعید، یه خانم اومده با شما کار داره. دنبال کار میگرده. چشم چشم. از اون در برو تو حیاط، گوشش یه انباره، همونجاست. سلام. سلام. شما کارگر نمیخواین؟ سر وضعت نمیاد دنبال کار باشی. من همیشه تابستون نیمه وقت کار میکنم. پدر مادرت کجا؟ خونمون تو ارمه. حالا چقدر حقوق میخوای؟ نمیدونم، هر چقدر که فکر میکنی اندازه کارمه. ببینم تو اصلا چند سالته؟ 18. 16 فوق 17 ها. بابات میدونه میخوای کار کنی؟ آره. خیلی خب، حالا چند روز بیا ببینیم چی میشه. این نوروز خودش بهت میگه چیکار کنیم. ممنون. باشه چشم. چیکار کنم؟ نمیدونم، من همیشه اینجا تنها کار میکردم. میتونی بشی که اخشا؟ آره. اینا رو بردار. لازم ندارم. گذاشتم اینجا. بیا اینجا. بیا دیگه. سلام. اسمت چیه؟
اسم من گلساست. اسم تو چیه؟ سلام محبوب. دخترته؟ نه بابا دختر آقا سعیده. من زن بچه‌م افغانستانم. واقعا؟ پس چی؟ یک شبا چرا اینجا میخوابن؟ دل واسهشون تنگ نمیشه؟ مگه میشه تنگ نشه؟ 1 سال و نیم ندیدمشون. ولی خب براشون پول میفرستم. تو کار نداری وایسادی اینجا به حرف زدن؟ ببخشید. ای بابا. ببخشید تقصیر من بود. اب نداره. اینا رو حواست بهشون نباشه کار نمیکنن که. این بچه هم میاد اینجا یه آب نبات نده دستش، تمام دندوناش خراب شد. شش آقا. نمیدونم. اینا میگن چون یه عده به موقع پولشون رو ندادن، پروژه مدت تعطیل بوده، قیمت مسائل رفته بالا، ما بدهکار شدیم. یعنی همین آپارتمان نصف نیمه رو الان اگه بخوایم صاحب بشیم باید کلی پول بدیم. اگرم بخوایم بفروشیمش چون بازار راکده زیر قیمت میخرن. بعد اون پولی هم که بابت مسائل بهشون بدهکاریم ازش کم میکنن. یعنی پولی که 2 سال خوابوندیم تازه نصفش برمیگرده دست. تازه ای فروش بره. اینا که دارن کلاهبرداری میکنن. آره خب. من میگم مگه قیمت تموم شده به ما نداده بودن. ما میتونیم بریم شکایت کنیم. بابا جان نمیتونیم شکایت کنیم دیگه، چند بار بگم. کارشون قانونیه. قبلا تمام اینا رو تو قرارداد پیش بینی کردن آوردن. بعدم فقط ما که نیستیم، بقیه اینو پذیرفتن دیگه، میگن منطقیه. دزدی در میکنن منطقی. خب بله دزدی میکنن ولی چون توی قرارداد آوردن قانونیه. وکیل بگیر. وکیل خیلی خرجش میشه. بعدم اینا 100 تا وکیل دارن خودش. به هر حال اینا موقع تحویل دادن هم کلی از این بازی‌ها در میارن. نمیتونم. اگه ما بخوایم ازشون شکایت کنیم میندازیمشون سر لج. اگه شکایت نکنیم حالا ممکنه که با همون راه بیان، مثلا توی اون قراردادشون یه جوری بیارن که دیگه دوباره از همون پول نگیرن. باید یه پولی جور کنیم بدیم دیگه، کار دیگه نمیتونیم خب چاره‌ای نداریم، یه قرارداد داریم، باید بخوایم قراردادمون رو ادامه بدیم. تو تنهایی چجوری همه این کار رو انجام میدادی؟ پول در آوردن همینه دیگه. فکر کردی چرا اینجا به من کار دادن؟ چون قد 3 نفر کار میکنم، قد 1 نفر پول میگیرم. شبا هم نگهبانم. همین چند وقت پیشم دزد اومد. زدن تو سرم و دخل خالی کردم و برد. من میدونم کیا بودن. خودم باشون میدم. آقا سعید بی خیال شکایتش شده. به منم گفته اگه پلیس صدات کرد حق نداری بری. اومدی همینا رو بفهمی دیگه. نه. خودتون بهش پول دادین بی خیال شه. من خبر ندارم. پس چرا اومد اینجا داری کار میکنی؟ نمیدونم. به تو چقدر داد؟ به من پول بده؟ همین که اخراجم نکرد خیلیه. سلام. سلام. یه دقیقه بیا این ور. شما به سوپریه پول دادین؟ چیزی شده؟ پول دادین؟ آره. چقدر؟
5 میلیون. کی پول داد؟ هممون، ولی خب بیشترشو امیر داد. نه. کی برد پول داد؟ یکی از دوستای امیر. نمیشناسیش، میره شهر زندگی نمیکنه. چی شده؟ هیچی. اگه پی شکایتشو بگیره چی؟ ازش رسید گرفتن. امضا کرده. اگه بگیرنمون پای خودش هم گیره. نگران نباش. من گلسا، امیر خیلی ناراحته. همش درباره تو با من حرف میزنه. گلسا، میخواستم یه چیزی بهت بگم. چی؟ ببین دیگه میدونی شرایطمون یه خورده احتیاج به پول داریم. بابات صبح رفت ماشین رو فروخت، منم طلاهامو میفروشم. کمه باز. میخواستم اجازه بگیرم ازت که طلای تو رو هم بفروشیم. اونا که پیش خودتونه. آره دست من هست، ولی اینا دوتا موضوع جداست. طلات پیش من امانته. باشه. بعدن دوباره برات میخرم. یه دقیقه وقت دارین؟ چی شده؟ میخواستم بگم اون دبه رو باید برداریم جا باز شه که بتونیم دوباره شور درست کنیم. حالا یه فکر واسش میکنم. درباره پول یه ماه باید پر شه بهت پول بدم دیگه. میخواستم بگم شما از اون پولی که گرفتی باید به نوروزم بدی. کدوم پول؟ ما ازت رسید داریم. اون پول مال نوروزه، خیلیش مال نوروزه. دیدی الان اون روز بهت میگفتم بهت نمیاد اومده باشی دنبال کار؟ فکری بچه زرنگ یاره؟ حواست به پشت سرت نیست که. الان آدرس خونه تو بلدم عزیزم. فکری واسه چی اینجا بهت کار دادم؟ ببینم تو بابات میدونه دزدی؟ آره. برو بیرون. گم شو بیرون. یاد نره چی گفتم. یه دفعه دیگه اینجا پیدا چم چی میزنم دیگه نتونی راه بری یا بچه پر رو. نفس. گلسا چیکار کردی؟ اون پول توه. باید بدش به تو. چی فکر کردی؟ میخوای اخراجم کنه؟ داره ازت دزدی میکنه. من کارگرشم. ول کن گلسا. دیگه این برامه. بذار بره. تو شهر درست نکردی بهت میگم بذار بره.
گلسا اگه فیلمو بدی میگم از ویلا برم. باشه گلسا چی میخوای؟ اگه یه وقت فیلمی بفته دست یکی بذارتش تو اینترنت که دیگه چی کاری نمیتونیم بکنیم. کم کمش 1 سال زندان داره. گلسا حالا فیلمو بده. من یه نگفتی اگه ماشین با هم دعوا کنم فیلمو میدی؟ حالا بابام بیچارم میکنه. من همینو نمیخواستی گلسا، فیلمو بده گلسا. تو سوپرمارکت چه غلطی میکنی؟ گلسا بیا بریم پایین، بابا این پسر اومده. میشه تنها باش حرف بزنم؟ باشه. ببین من وقت اینو ندارم که الاف مسخره بازی شما بشم. آدمی هم نیستم که بچه بازی یه آدم بتونه ماشین من داغون کنه. الان باید کاری ندارم. این هم باشه همه ذره زیان ماجرا. فیلم کجاست؟ به شما ربطی نداره. فکر کردی من امیرم یا باباتم؟ شاید فکر کردی میتونی سر من مسخره بازی داری ها؟ دلتون رو خوش کردین، کاری کردین که نتونه دیگه بره باشگاه. هر روز اونجاست. پسرم میبینتش. شما کاری نداشته باش، من خودم حلش میکنم. فکرم نکن میذارم دیوونه بازی بچه دوست بچه‌م بیفته زندان. جمع کن بینم بابا. هیچی بهت نگفتم دور برداشتی. فکر کردی کی هستی تو؟ اگه عرضه داشتی جلو بچه خودتو میگرفتی. هنوز میری باشگاه آره؟ سلام. سلام. آقای خسروی گفته بری پیشش. چرا؟ دیگه نمیشه بری پیش البته. آقای خسروی گفت برو پیشش. سلام. سلام. چی شده گلسا؟ هیچی. پس چرا پدر امیر بعد الوند بیشتر از قیمتش بخره؟ شرطش هم این باشه که تو حق دیدنشو نداشته باشی یا تو این باشگاه نیای؟ چرا فروختینش؟ بیشتر از قیمتش پول داد. منتها گفت همینجا میذاردش. پول پانسیونش هم میده. گلسا تو دیگه نباید بیای اینجا. جدی گفتم. لطفاً نیا. به میلادم گفتم. اگه بفهمم اومدی اینجا میلاد اخراج بشه.
اون گفت یه فیلم رو بدی میزن مثل قبل دوباره کاری از بر انجام بدی کثافت کن گلسا میخوای یه بار دیگه الوند رو ببینی؟ آره. فردا صبح آفتاب نزده بیا پشت درختای کوچه باغ. کاریت نکردن؟ نه فقط گفتن اگه یه بار دیگه دعوا کنم اخراجم میکنم. گلسا مامان بیا در باز کن. گلسا درو چرا قفل کردی؟ بهروز چیه؟ بیا باز کن در مامان. نمیخوام. بیا باز کن گلسا. میگم بابات درو بشکنه ها. بیا باز کن کارت دارم. باز کن ببینم. چرا اینجوری میکنی تو؟ چجوری؟ در برش قفل کردی؟ گلسا مامان این فیلم رو بده به اینا. نزد اوضاع از این خرابتر بشه. دیگه از این خرابتر نمیشه. بابا این پسره بذار بفروشه. با آدمای اون شرکت هم آشناست. به بابات گفته که اگه فیلم رو بهشون بدیم یه کاری میکنه ما بتونیم پول خونه رو با سودش بگیریم. آدم بدی نیست بیچاره. خب نگران بچه‌شه دیگه. اگه ما پول خونه رو بگیریم وقت بر تو یه اسب میخریم. وقت تو دیگه اسب خودتو داری. بیا مامانی پیش خودت باشه. دلش واسه تنگ شده بود.
بیا ببرش نفهمیدم. نترس. خداحافظ. خداحافظ. الو. سلام مامان. نه خوبم. آخه باید از باشگاه یه چیزی برمی داشتم. هر موقع دوست داشتی زنگ بزن. آره میدونم. باشه. خداحافظ. چی شده؟ فکر کنم میلاد الوند را برده بیرون. الان کجاست؟ اخراجش کردم. میلاد کجاست؟ نمیدونم. خب عمو کجاست؟ فکر کنم توی اتاقش. این برنامه خوبی نیست. عمو منم گلسا. دیشب به من گفت که میخواد بره، ولی نگفت اون اسب رو میخواد با خودش بیاره بیرون. نمیدونم والا. اون اسب نباید بیرون را بره. اگه پاش پیچ میخورد میلادو بیچاره میکردن. چی بگم والا. کجا رفت؟ رفت شهرشون. در نمیگرده؟ برگرده چی کار؟ با کاری که اون کرده راش نمیده. تو مقصر نیستی. شاید هم بدکاری نکرده. تو فکر میکنی آخرام بهتر از من میشد. تازه من یه عمر حواسم جمع بوده که آخر عمری این مال خودم باشه. یه دونه اشتباه نکردم. یه قدم از حد خودم عبور نکردم. میدونی چی اینجا آدم رو پابند میکنه؟ اسباب و دخترها. ولی نباید بهشون دل ببندی. اگرم دل بستی نباید به کسی بگی. میندازنت بیرون. اولین چیزی که بهش یاد دادم همین بود، اما گوش نکرد. شایدم بدکاری نکرد.
فیلمشون هم تو اینترنت پخش شده. دوستاشون هم گرفتیم. من ببرنش الان؟ خداحافظ.